سلام دوستان عزیز، در پس منظر اوج کارهای بازار تابستانه ترانسفری ما چند موضوع مهم را برایتان رسانه‌ای میکنیم. ترانسفرهای مربوط به فوتبال روسی باشند بیشتر به پول گازپروم و زنیت داخل دارند. این نوبت ماکسیم گلوشنکوف بهره گرفتن معاش بیشتر از لوکوموتیو و زنیت آمد و شرطنامه با بازیگری 24 ساله هم از روی نقشه 4-1 است. همچنین زنیت دروازه‌بان چخانی بالتیکا یوگنی لاتیشانوک را خودی کرد و با او نیز شرطنامه زیر نقشه 4-1 امضا نمود. گفته می شود که از برای دستپروری کراسنودار دسته میلر 30 میلیون روبل روان کرده است. خلاص که در فوتبال روسی کدامی که اندک خوبتر حرکت دارد انیق سالی دیگر به زنیت می آید. دسته تا به اخیر مدعی برای قهرمانی از ساحل بحر سیاه باشد. حمله‌ور 34 ساله فیودور سمولوف را دیگر بار به تیم آورد. شرطنامه کراسنودار با نفری که از سال 15 تا 18 برآمد میکرد و 64 گل در 101 بازی در کراسنودار داشته بود و مهلت 1 سال مهلت دارد. همزمان زنیت پتربورگ اوید گزارش ارسن آداموف تاریخ اجاره به احمد اعلان کرد. این بازیگر باشد سال گذشته در صف اورنبورگ برآمد میکرد. دیناموی مسکو باشد اوید امضا کنی شرطنامه با سابق دروازه‌بان زنیت اندری لونیوف اعلان نمود. دروازه‌بان با مسکوگیو شرطنامه مهلتش تا سال 26 امضا نمود. لونیوف بعد انجام مهلت شرطنامه با قره‌باغ این تیم را ترک کرده بود و اکنون نفر 32 ساله با معاش 1.2 میلیون یورو هر موسم قلب دینامو چیان را گرم می‌کند. تغییرات دیگری کادری چشم از بخیم که داخل دارد. این تیم از ولایت مسکو انتون زابالوتنی و ارتور یوسوپوف را شامل تیم کرد. انتون شرطنامه 3 ساله امضا نموده، ارتور باشد 1 سال در خیمکی میماند. آخرین نوودهای ترانسفری فوتبال کلانترین کشور دنیایی اطراف کارهای بازاری رستوف دور میخورند. رستوف نیم حمایتگر خویش ماگنوس کنودسن را به هولشتاین کیل فرستاد. دقیق‌ترش نروژی علاقه سال 2022 از روسیه رفته بود. خود رستوف باشد اوید گزارش نیم حمایتگر کنستانتین کوچایف به همگان خبر داد. دسته رستوفی لبیدان با این بازیگر شرطنامه 3 ساله امضا نموده. نیمه اول موسم را کوچایف در پاری NN گذرانیده بود. آخرین تمای قابل بررسی باشد البته که گزارش دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم یتیموف و رستوف بر عوض $250,000 آمریکایی است. دروازه‌بان 25 ساله تاجیک با همین شرطنامه 5 ساله با رستوف امضا نموده با استقلال علاقه هفته قبلی خیر و خوش کرده بود. قهرمانی 6 کرته تاجیکستان در صف استقلال همچنین 44 مرتبه در صف منتخب تاجیکستان و میدان آمده. بازیش در جام آسیا 2024 او را تا سطح رستمی دستان رساند. اکنون فرصتی برآمد این نفر در سطح دیگر است و باید که هرچی بیشتر از خود ننگ و نام نشان داد. باور داریم که سیوهای رستم از چمپیونات روسیه او را به چمپیونات‌های آبادتر میبرند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.